بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید به یک برگ دیگر از برنامه بدانای خواهرم. امروز از عادت زیبای صحبت میکنیم که نه تنها دستانت را پاک میکند بلکه دلت را روشن و زندگیت را پر از برکت میسازد. عادت کردن به صدقه دادن. صدقه دادن فقط خرج کردن پول نیست. صدقه یعنی بخشیدن لبخند، گفتار نیک، نیت پاک و حتی آب دادن به یک حیوان تشنه. این راهی است که دل را آرام می سازد و زندگی را از بلاها محفوظ می دارد. پس خوب است فضیلت های صدقه را هم بدانیم. در قرآن کریم بارها و بارها خداوند انسان را به صدقه و انفاق دعوت می کند. یکی از آیات زیبا چنین است: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل. سوره بقره آیت 261. کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه‌ای هستند که از آن 7 خوشه می روید و در هر خوشه 100 دانه است. یعنی صدقه نه تنها کم نمی شود بلکه 100 برابر زیادتر می گردد. پیامبر مهربان صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ مالی با صدقه دادن کم نمی شود بلکه زیاد می شود، پنهانی یا درونی. اگر می خواهید دلت نرم باشد دستت را به بخشش عادت بده. حتی اگر روزانه 1 افغانی یا 1 لبخند به کسی ببخشی باز هم صدقه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند در حدیث ترمذی لبخند تو بر روی برادرت برابر با صدقه است. عادت کن هر روز حتی اندک صدقه بدهی. خداوند بخشندگان را دوست دارد. ان الله یحب المحسنین. سوره بقره آیت 195. خداوند نیکوکاران را دوست دارد. پس بدانای خواهرم صدقه دادن دل را از قساوت پاک می سازد، بلا را دور می سازد، روزی را زیاد می کند و برکت می آورد. از امروز یک عادت کوچک اما بزرگ بساز. 1 صندوق صدقه بساز در خانه‌ات، 1 نیت پاک بساز در دلت و 1 قدم بردار به سوی خیر. شاید صدقه تو چراغ راه کسی شود که در تاریکی است، یا دعای پنهانی یک دل شکسته پاسخ داده شود فقط با 1 بخشش ساده تو.